سلام بر دوستان و عزیزان جان. یه سنت قدیمی که در بین نیاکان و کشاورزان قدیمی مرسوم بوده این بوده که اگه یه میوه جدیدی و یا اگه یه گونی از مرکبات رو کشف میکردن و یا پیدا میکردن، اینو به شدت تو جامعه اشاعه میدادن و اینو گسترش میدادن و هدفشون این بود که این میوه بیشتر به دید بیاد و سوددهی بهتری هم براشون داشت، چون که هرچی که بیشتر میوه محصولی به دید بیاد سوددهی بیشتری رو هم خواهد داشت. ما از این فرصت استفاده میکنیم و میوه رو برای شناساندن به شما معرفی میکنیم. این میوه که از خانواده مرکبات هست اسمش هست پالاما. این میوه یک مقدار کمیابه. شما میتونید اینو گسترش بدین با یه پیوند ساده